در بعضی روایت آمده که روز عرفات یا روز جمعه بهترین روزی است که آفتاب بر اون طلوع کرده. در روز جمعه ساعتی هست که دعا ردخور نداره. بعضی میگن بین دو خطبه هست همین فرصت کوتاه که امام میگه فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. اگر سید الاستغفار رو تو اون لحظه بخونید خیلی کارسازه. همین جلسه استراحت خطیب. اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. اعتراف به نعمت، هر چی دارم از تو دارم، و اعتراف به تقصیر. بارالله حق تو را اونطوری که شایسته توست به جا نیاوردم، کوتاهی کردم. حق بندگان تو را اونطوری که شایسته هست، حق دین تو، حق خانواده، حق نفس حتی، من کوتاهی کردم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی اول روز و اول شب دعای سید الاستغفار بخواند و اعتقاد داشته باشد، اگر اون شب و اون روز بمیرد بهشتیه. روز جمعه چند چیز خیلی مهمه. یکی صلوات دادن، اللهم صل صلوات فرستادن، استغفار، دعا. اما بیشترین علما گفتن اون ساعت اجابت فاصله بین نماز عصر و نماز مغربی. خودمونو به محاسبه بکشونیم. حضرت عمر رضی الله عنه شلاقی داشت، خیزرانی داشت. روز اونهایی که اشتباه میکردن ادب میکرد، اما شب از خودش غافل نبود. لنگی پاش بود، این لنگشو بالا میکشید تا زانوش، ساق پاش مکشوف میشد، با همون خیزرانی که خلافکارا را ادب میکرد میزد به ساق پای خودش. ای عمر، امروز از طلوع تا غروب چه کار کردی؟ حساب بس کن. ما نیاز داریم ساعتی با خودمون خلوت بکنیم، نفسمون رو به محاسبه بکشونیم، خودمون رو زیر سوال ببریم، خودمون رو ارزیابی بکنیم. ماه مبارک رمضان یک فرصت برای ارزیابی است، اما ماه رمضان سالی یک بار میاد. روز جمعه و شب جمعه یک فرصت برای ارزیابی است. هر 7 روز یک بار میاد. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما همیشه دست بلند میکرد و این دعا رو با ترس و لرز به درگاه خدا دعا میکرد و یقین به اجابت داشت. کسی بود که پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم قدم برمی داشت، منتظر میشد تا پیامبر پاشو بلند بکنه، پای راستش، بعد پاشو بذاره جای پای پیامبر صلی الله علیه و سلم. تا این اندازه مقتدی بود، اقتدا میکرد، حتی تو راه رفتن. حضرت علی رضی الله عنه روزی بر اسبی سوار شد، لبخندی زد. یکی ازش سوال کرد امیرالمومنین چه چیزی سبب لبخند تو بود؟ گفت چیزی نبود جز این که من همین نقطه‌ای که من سوار اسب شدم دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم سوار اسب شد، لبخند زد، منم اقتدا کردم. عمر رضی الله عنه جلو حجر الاسود میسته، با حجر الاسود صحبت میکنه. من میدونم که تو سنگی بیش نیستی، نه نفع میرسونی نه ضرر، ولی چون پیامبر دیدم که تو رو بوسیده صلی الله علیه و سلم، من اقتدا میکنم و تو رو بوسی میزنم. زندگیشون رو تنظیم کرده بودن، چون محاسبه میکردن خودشون. افسار گسیخته نبودن که افسارشون رو رها بکنن، افسار نفسشون.